بابا شاش داری دیسپلی در شاشی تا بند که فهمیدی که یک ویدیو از زمان خیلگری ستاره افغان پیدا کردیم. بسیار درد دارم، بسیار خنده به لبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه ها. گیربکس خرواره از مردم پرسان میکنی که دو میزنه. آخری ویدیو را اگر از دست بتید بیخی نبی یا تا آخر ببی اگر دیدی. خیلی فامیلی یا از داخل ما کار میگیره یا از بدر خارج ما. جاغرا چی نمیفهمن خودشان بدر نه موسیقی کار کرده نه چیزی ما را میگنه 5 سال از ما موسیقی کار میکرده فهمیدی دنیا بسر نیست لودگری سادم کشی فهمیدی چی را یاد دارن ما فهمیدی از خود رامزگر خیر گیتار میزنه دیگه چی عزیز میکروفون بالا. پرویز کوهستانی هستم یکی از علاقمندای پروژه هفتم ستاره افغان میخوام که خواندن پرویز جان کوهستانی دادایی فقط ما دیگه چیز از سلای پیاده میاده خوشم نمیاد. اوکی این دریشی تو دادا کتی این یکن قاق نمیفهم شیر چی کپاس de uja توی خونه استل میبینیم گپ نداره لالا فهمیدی آقا پرویز کوهستانی توی زمان کوشش که خود اصلاح کن. اوکی ببینیم چی میگه. زبی سالفی را مورد شما قرار دادم پایزی به تو در شرنگ تنگ سنوس دل داده تو این دل تنگ سنوس دل داده تو این دل تنگ سنوس رقصیده بیا تا که بمیرم برات دایی کشاده این آره سعی که با ما فهمیدی یا رامی ها فهمیدی ساز در کار داره یک نفر که بخواه بخوانه که نمیفهم سرولیش جور شوه چیزی که تو گفتی من شنیدم خاندانت ساز در کار داره نمیفهم تیم در کار داره این نفر گمش که از خون دلم دست تو رنگ سنوس هی چیه؟ بجای جان یک نظر داره در قسمت خود. من نمیفهم چی میگن. سعی که تو بابا بسوادی داوره اینا رو سعی خیلگری از اینا رو سعی که نفر خوانده رو از لفظ خود است فهمید چند در بین خواندن از گوری مید روی نیتا گرد فامیلی که پل تیز جیوال میبرم. آماده نیست صدا باید بسیار کار کنیم. میربانی تشکر. بسیار کم مردم پیدا میشه گپ زدن و خواندنش یک رقم باشه. بچهای لشمک میگم فامیلی بیجای نگرده. ستاره افغان بخیر با این کارهایش بسیار خنده بابا خیلی رشخند و خیلی بودن در اون زمان باور کن. اسم عبدالکبیر کاپچا انا تو چی گفته بالا آمدی مگم تو رو پیشتر خدافزی نکردیم میخوام شامل ستاره افغان این کپچه تخلص اصلیتون است یا خودتون ماندین؟ کپچه چی؟ بسیار سابقه هستم تخلص منظور از این استاد مار کپچه یا کپچه کدوم نام است از راستی؟ پایان کوتاه تی کس ببید آرد برنجتی نی بر من جالب است چون من مار کپچه را شنیده بودم و ماری که خطرناک می باشه آریان گپ داده تخلص تا نشنیده بودم از این خاطر سوال برام پیدا شد. میخوام خواندن روسی جوابشان هم ندادم روسی میخوانه جدی هستن روسی رو یادم داره؟ واو گوری که برش کده؟ خیلی 80 نفر جوابش نگرفت فهمید نه بابا یالا پلو بابا ایچی بخواه ای وطن قلبت شکسته پیکرت به جان شد باید لباس داشتی بیا دروش نه دروش как тебя одеждает поехали на землю девочка я тебя люблю رفتی کشت خارج رفتی من داخل ماندم. این چند نفر میخوان؟ چند نفر؟ زوارت میشم سنبیت میکنم بابا اینی عشق است به مقارم وای کپچه بابا فهمیدی خدا یاره من این شاید فهمیدی سگ واری خنده کنیم بابا یک آهنگ دیگه یکی دیگه هم لطفا بله سندره بسیار جالب بود. یو خبر از کوم آریانا جان بله یو سندره ته میکس وایا میکس
میکس روسی آه. یا پختو یا دری یا انگلیسی و میکس بشین در جای چی کپاس ده وجه توی خونه استایل میبینیم آقا چه قسم ما از اخلاق رب میزنیم شما بی اخلاق هستید که مشترک فکر کنی که روسیشون بخونین و دری هم بخونین امروز مشترک میشه ریمیکس کنیم بابا نفر بزگیچه گرفته های دقیقا نیگواریم اجازه هست چای لشمک میگم پاویلی بیجای نگرده. من گپ بزنم یا ماجد نه یا تیبیالولو ما تو را دوست دارم گیربکس خرواره از مردم پرسان میکنی که دو میزنه خان قیامت مثل اول خانی امدر دب لبهای تو را نازو اداهای تو را یکان نگاه های تو را اصلا بیادبی ما ازبک هستیم. ای جان کی دارد ای جان کی دارد یک آهنگی بخونن او بچه سبزی نه بدل نداری کی نه گیریم بیایی اتیا قفایی وردارمت یک خال سیایی تو داری برسی نه الو بچه قد کلوله داری بچه سبزی نه فقط ما دیگه چه سلای پیاده میاده خوشم نمیاد چشمی سیاهی ساخی مادر نبینه داقید مادر بابا من که در اندوال مشکوک هستم ولی نمیتونم ثابت کنم. مسئلت نفهمم کنی بچه اینه شما اگر باور نمیکنین با اشکای من در آمد. اگه خوشتان میای با وزی سک ویدیو حتما داخل کامنت ها نظرتون رو برام بگین که بیشتر بانم یا نه. جانم هستین تا یک ویدیو دیگه. خداحافظ یک تا.